سلام علیکم، چطورین؟ به دومین ویدیو یوتیوب من خوش اومدین. سری پیش که دیدیم چه داستانایی شد و دعوا و اینا، حالا ولش کنیم، میخوام راجعش صحبت بکنم. و امروز یه مهمون ویژه داریم، ویژه تر داریم که خیلی دوستش دارم. خیلی وقتم از ندیدمش، اصلا دلم هم تنگ بود براش و اینا. خلاصه که بهش گفتم میای با هم یه ویدیو بگیریم، قبول کرد و بریم ببینیم اون مهمونمون کیه. سلام علیکم. بابا شکر منه. من برنامه تصویرم. چرا خانم نیستی شما؟ ما نمیبینیمت. کجاهایی؟ اینجاها. من یه بغلت میتونم داشته باشم؟ بچه‌ها ببخشید دلم براش خیلی تنگ شده. قربونت برم. آقا روشنا بابایی هستن، معروفه به چی؟ شکربلاها. یه سلام بدم. بفرمایید. سلام علیکم بچه‌های چنل فائزه. چطورین؟ دلم برای همتون تنگ شده خیلی زیاد. حالا توی این مدت کم سعی میکنم یه ویدیو با فائزه براتون بگیرم خودم. مرسی که اومدی تو ویدیو قبول کردی. من فکر نمی‌کردم قبول کنی. باشه قبول نکنم. گفتم دیگه رفتی درگیر کار زندگی خودت، واسه بقیه ما رو گذاشتی کنار و اینا. حالا ولش. حاشیه رو بذاریم کنار. بریم یه چند تا سوال چالشی میخوام از روشنا بپرسم. من کلا آدم اینم که به چالش بکشم دیگه. مهمونم میدونستی که. گریه نکن، حالا زوده. خب سوال اول که خیلیا مشکلشونه و سوالشونه از من و تو و بقیه بچه‌ها، بفهم. دکمه رفتنم نه لف نمیتونی. چرا تو فصل دوم عشق و نفرت نبودی؟ جایی که دعوت نمیشن نمیتونم برن دیگه. چی بگم؟ همینو میتونم بگم فقط. خب من دیگه سکوت میکنم. حرف دیگه ای نداری؟ همین؟ نه هم. سوال بعدی که بازم پرتکراره، چرا با بچه‌ها رفت آمد نداری؟ بچه‌های اکیپ عشق و نفرت. بابا 2 تا سوال دیگه میپرسیدی بعد میرم. سوال بیننده همون آخه خیلی میدونم که الان راضیین از این سوالا. دایرکت منم پر از این سوالا، ولی خب نمیتونم جوابشو بدم چون خودم هم نمیدونم داستانش چیه. چون اصلا فکر کن یهویی صبح پا میشی میبینی که دیگه هیچکی نیست. خوبه همدردیم. اوکی. سوال بعدی این که خیلی براشون سوال بود. من و تو بچه، من و روشنا از اول برنامه جزء معدود آدمایی بودیم که با هم دیگه اوکی شدیم، انرژیمون اوکی بود و کلا با هم سازگار بودیم. بعد یه تایمی که خودتونم میدونین دیگه این داستان قطع شد بینمون و خودم نمیدونم چرا. واقعا اولین بار دارم جلو خودش ازش میپرسم این داستان که چی شد که اصلا یهو کلا عوض شد همه چی دیگه. من اصلا با هم دیگه ارتباطمون کم شد، کلا قطع شد و تا الان. فکر کنم برمیگرده به این که ما یهویی سر یه چیز خیلی چرت و پرت با هم یه بحث خیلی ریز داشتیم و نمیخوای بگی؟ تحت جو قرار گرفتیم هر دومون. من فکر میکنم هر دومون تحت جو قرار گرفتیم. من نمیخوام در مورد اون بحث صحبت کنم. خب نه دیگه، الان مخاطب میگه روشنا رو آورده هیچ جواب نمیده. همش فقط داره میگه فعلا. ببین بچه‌ها تقصیر من دارم میپرسم، ایشون داره از زیرش در میره. آخه ببین اگه بخوام بشینم در مورد خیلی چیزا صحبت کنم که بعد تا صبح بشینم صحبت کنم یه 24 ساعت ویدیو میشه. خب ولی نه، ترجیح میدم که صحبت نکنم. یه بحث ریزی داشتیم من و فائزه، بعد از اونم یه جوی ما رو گرفت و خب هر دو اشتباه بود. هر دو فکر میکنم اشتباه کردیم، نه تنها من نه تنها فائزه، هر دومون اشتباه کردیم و دیگه حالا گذشته. به نظر من اصلا من سعی کردم که الان اینجایی فراموشش کنم. آره مهم اینه که من دوست دارم که دوباره باهات این ارتباطه رو قربونت برم مثل قبل شکل بدیم و دیگه بدون حاشیه و بدون هیچ اتفاق دیگه. ببین من کلا اینجوریم، خودت هم فکر کنم منو میشناسی. یکی بره راهو براش باز میذارم، بخواد برگردم راه براش بازه، مشکلی ندارم و سعیم میکنم همیشه خوبیای آدمو یادم بمونه نه بدیاش. خب یه ذره چالشی ترش کنم. چالشی تر از این من میرم. زوده. یه مدت حالت اوکی نبود، هنوزم نیست بچه‌ها راستیتش. یعنی اصلا من امروز روشن رو برای اولین بار بعد این همه وقت دیدم، شوکه شدم که تو خودش حال روحی روانی اوکی نداره، بدتر از من. حالا من باز میگفتم من اینجام، روشن اینجاست. یه ذره از این حالت به بچه‌ها بگو که این استا فعالیتت اصلا کم شده، نیستی، اصلا استوری نمیذاری، پست نمیذاری و
دلیلشو بگو بدونیم واقعا، من خودم دوست دارم بدونم. اوایل که خیلی کمرنگ شدم به خاطر این بودش که توی فشار خیلی روانی زیادی بودم، خیلی، یعنی یه ویدیو یوتیوب هم گذاشتم بچه‌ها دیدن، خیلی هم همزاد پنداری کردن، یه سری اتفاق افتاده بود تو زندگیم، گذشت رفت، من تونستم باش کنار برم. مربوط به برنامه یا غیر برنامه شخصی؟ ولی هر دوش قشنگ 50-50 بود. ولی الان یکم خب درگیر اینم که خودم رو رشد بدم، بیام بالاتر. یه فیلم بچه‌ها راستی چیز ساخته روشنا، یه فیلم سینمایی ساخته و اون روز دیدم استوری کرده، اصلا موندم. اون فیلم داستانش چیه که قرار اکران اینا رو بگو بچه‌ها بدونن. بابا تو فعالی الکی نی. آره دارم تو زمینه سینما فعالیت میکنم. اسم فیلم چی بود؟ بازگشت به نورا. بازگشت به نورا، چه اسم قشنگیه. خب آره. کی اکران میشه؟ اکران خصوصیش که آخر ماه. من بیام. بچه‌ها من باید برم اکران براتون استوری میگیرم. خب برای بچه‌ها هم یه فکری دارم، یه چند نفرشون رو دعوت کنم و اینکه آره الان یه ذره درگیر کارامم، وگرنه که هستم خیلی دوست دارم پیشتون باشم. ولی متاسفانه انقدر درگیری زیاده، وقتی میخوای از صفر دوباره شروع کنی 10 برابر باید زحمت بکشی، به خاطر همین یه ذره، ولی سعی میکنم که برگردم پرشور پرقدرت. خب آقا میخوام سوالای یه ذره سبک سوالو عوض کنیم، حوصله شما سر نره و ایشون هم یه ذره بیشتر درگیر شه. خب دست از صورت درد و ناراحت نشد، حقیقته دیگه، اومدی تو ویدیو باید چالنجش کنم برای بچه‌ها. بریم بیایم، میخوام یه قسمت سوال جواب با آره یا نه بگم، یعنی باید بیا بگی آره، واقعی هم باید بگی بدون هیچ دروغی، آره یا نه. سوالای بسیار چالشی. نه یعنی آشی پخته برام نگم ددم وای خودم که خیلی معروف شده و واقعا من میدونم جوابا رو، اگه دروغ بگی اینجا لو میدم میگم اشتباه گفته. نه نگفت، آری. بریم. بله بفرم. بچه‌ها راضی باشین ازم دیگه، بگین بعد فائزه تو چرا انقدر فلان بدی. چالشی شروع کنم یا ملو برم جلو؟ بابا چالشی بود دیگه، ملو برم. اوکی. الان تو رابطه ای؟ ملو رفته. الان نه تو رابطه نیستم، چون الان فقط دارم به کار فکر میکنم و اینکه اصلا نمیتونم به این چیزا فکر کنم. قرار بود بگی آره نه جواب خودش توضیح بده، من کاری ندارم باش. خودم توضیح ندم. نه تا حالا بدآموزی داره ولی دراگ مصرف کردی عزیزم؟ نه بایی، چون متنفرم ازش. هیچی کلا دخانیات و هیچ. قلیون فقط. قلیون کشه قهارم. فقط قلیون. میریم کافه سری 2 سیب. خانسا رو بیار. نه خانسا نکشیدم. یه دونه راجع به برنامه بپرسم، بذارید دیگه، دوست دارم بچه‌ها. اکستیتی که رفتی خب واقعی بود یا نه؟ بود. چرا نبود؟ راست میگم. من به دروغ بگه میگم بچه‌ها، راحت خیالتون راحت. برگردی به قبل، تو برنامه عشق و نفرت شرکت میکنی؟ جف سنگی شد. 10 دقیقه سکوت. هم آره الان گریهش در میاد بچه‌م. هم نه. نه دیگه ببین چیز نکن، ببین ما رو تو دوراهی قرار نده گیچیم، یا آره یا نه. خب واسه این آره و نه هم یه توضیح بدم. اونم اینه که آره به خاطر اینه که تجربه خیلی زیاد و سنگینی رو توی زندگیم یاد گرفتم و باعث شد که 10 سال بزرگتر بشم. واقعا 10 سال. و نه به خاطر فشارهایی که بعدش بهم وارد شد و عقب افتادم از زندگی. واقعا. و یه سری چیزا قشنگ نیست بگم، به خاطر همین نمیگم. و من آدمیم که احترام قائلم، دوستم ندارم که این احترام از بین بره و به خاطر همین میگم هم آره هم نه. بدنم اصلا یه جوری شد. تو برنامه تیم و تیم کشی بوده اون تایم؟ نه. مطمئن؟ من تیم و تیم کشی ندیدم. نه منظورم اینه که مثلا چند نفر توی سایت باشن یه حرفی بزنن، چند نفر توی سایت دیگه یه حرفی بزنن، منظورم اینه. ببین من ندیدم چون من با همه اوکی بودم، خودت هم میدونی، ولی نمیدونم این که تعدش دیگه شاید شده خودم خودم. من ندیدم ولی از طرف خودم چیز ندیدم. خب
تایپت چیه؟ با این همه وقت روشنا تو برنامه بود روی یه نفر کراش نزد. نمیدونم تایپت چیه عزیزم؟ و خب تایپم خیلی سخت پیدا میشه. قد بلند، چون روشنا که الان بغل من وای میسته اینقدر من بالاتر. من اینجوری هم نردونه. 1.79 هم، ولی تایپ هم بیشتر میدونی قد و قیافه و این چیزا نیست، بیشتر شعاری اومد دوباره کلیشه ای صحبت کنه فقط اخلاق مهم. اصلا اخلاق بخور تو فرق سرشون. نه دیگه اخلاق نباشه قیافه هم نباشه به چی میخوای بنازی عزیزم؟ همون ببین آخه این چیزایی که میگم به اخلاق برمیگرده ها. بعد یه چیزاییه که برای رکن اصلی هر آدمیه، شخصیت، احترام، درک. تو اینا رو داشته باش. نه تو نگاه اول میگم چی جذبت میکنه؟ تو نگاه اول آره مثلا میگی واو این پسره خیلی از موژه بلند خوشم میاد. پسرایی که بچه‌ها اکسپشن این ببرن قراره اتفاق بیفته واسه پسر ایران دیگه. یعنی چی موژه بلند؟ پسر مگه موژه بلند؟ بله. خب بنده خدا حالا موژه ژن نداشته موژهش اوکی دارم میگم خوشم میاد اگه باشه مثلا تو یارو، حالا الزاما نباید. خب دیگه چه شب رو مشکی؟ یعنی بور اصلا بورا هم خوب، آخه بعضی بورا خوبه. فرید دیدی یه سری بورا مثلا خیلی یارو اوکی ولی اصلا دلت نمیشینه. آره بعضی از بورا هم خوبن اصلا به نظر من همه انسان بعد مثلا چی مثلا چی میگن استایل تور چی اسکینی مثلا میگن کنسله اون میگه فلان کنسل. اصلا از این چیزا خوشم نمیاد. به نظرم اتفاقا هر لباسی یه جایگاهی داره و این میش بخورته. چقدر تو لفظ قلم حرف میزنی امروز. بیشتر از این حرفا لباس مردونه خب بیشتر دوست دارم، ولی هر لباسی ممکنه جای داره. میبینی یکی اسکینی پوشیده توی جایگاهی. نه اسکینی خدای اسکینی بچا کنسل. حالا فرهان اصلا لباس مردونه دوست با احترام فراوان. خب تا حالا اینا دیگه به آره خدای توضیح نده تایم ویدیو میره بالا. تا حالا رفیق تو پیچوندی بری با پارتنرت بیرون یا مثلا با پارتنر قرار داشته باشی؟ آره یا نه؟ بپیچونمش برم بیرون؟ آره. همه داشتیم. سر پارتنرت رفیق تو گذاشتی کنار؟ رفیق حتی صمیمی؟ نه. اصلا. هیچ وقت. خدا دروغ میگه بچه‌ها. من چیکار کنم؟ میتونین از همه رفیقام بپرسین. تا حالا خیانت کردی؟ نه. اصلا خوشم نمیاد. و تا حالا خیانت دیدی؟ بله. دخترها همه خیانت دیدن هیچ کی خیانت نکرده. من این همه واقعا پسرا صداشون در اومده چیه؟ خب بچه‌ها این مرحله دیگه من سوالام در همین حد بود، چون روشنا که دیدین کلا آدم گردن نگیریه، هر چی بخوام از زیر زبونش بکشم نمیخواد بفهم. آره دیگه همه رو چت و پرتی همه رو به قرآن با صداقت کامل جواب شوخی میکنم. آره باده بریم بیام یه چالش کوچیک براش دارم اینم بگیریم و دیگه تو چرا تموم یه دونه چرا تموم نمیشه؟ بریم بیام. خب میخوام یه چالش کوچیک بهش بدم. من که خوراکم اذیت کردنشه خودتون میدونید. زنگ میزنی یکی از رفیقای حالا صمیمی غیر صمیمی هر کی تو مخاطب گوشت فکر میکنی که میتونی اذیت کنش ملسه، میگی که اگه پسر باشه که حالا بالعکس اگه دختر باشه میگی پارتنرتو نشستم الان تو کافه پارتنرتو دیدم الان با یکی نشسته. فهمیدی؟ خودت دیگه جمله بندیش اوکی کن. من دیگه نمیدونم دقیقشو. همینو میخوام بری. میخوام ببینم ریاکشن یارو چیه. میذاری رو اسپیکر ما بشنویم. بکی زنه بزنم دیگه من نمیدونم. برو سریع گوشتو بیار. بابا آبرومونو نبره. خوشمش نده. یه آدم مؤدبو بیار رو اسپیکر. بکی زنگ میزنی. شاید من بشناسم. میشناسیش نیما. دیگه تنها کسی که تو ذهنمه نیماست. بچه گناه داره. باید بگیم اکس تو چون پارتنر نداره. خب وای خط دیگه شد. خدایا اونم خاموش باشه. یعنی چی؟ رفیقای تو رو نگاه رفیقت بابا همشون خوابن اونا. الو سلام خوبی؟ چطوری؟ الو باشگاهی نیما؟ آره بگو. یه اتفاق جالبی افتاد.
اکست کی بود عزیزم؟ اونو دیدیم. اکست توفت رو دیدیم. اکس منو دیدی؟ آره اینجا چی کار میکنه؟ باشه دارید یوتیوب میگیرید. نه عزیزم دارم میگم اکست رو دیدم. تو اکس مال کدومشونه؟ کدومشونا؟ همونی که میدونیم. چشما آقا همونی که میدونم. آقا این چون احتمال میدم یوتیوب باشه اون اکس من الان با یه بنده خداییه. خب عزیزم سلام کن به بچهای یوتیوب فائزه. سلام بچه‌ها. عالی بودی با این همه اکسای پشت همی که داشتی ما. دمت گرم. نشد بابا اون چیزی که می‌خواستیم نشد. کدوم اکسشو میخواک تو سرت کنن؟ اوکی. مرتی که بلهوس. بگو خدافظی کن. خداحافظ فعلا. اینم از این بچه‌ها. خیلی خوب شد امروز که من شما رو به همه چالش‌ها کشیدم. حال کردین؟ بعد بیاین بگین که فائزه تو چرا اصلا فعالیت نداری؟ بیا همه رو برمی‌دارم میارم جلو دوربین واسه شما سکرتار رو میکنم ایشون گردن نگیره. خب به پایان آمدیم دفتر. به پایان آمدیم. نه عزیزم به پایان اومد. پایان ویدیو رفت بالا. تو دهن منو سرویس کنی توی ویدیوت من هیچ کاری با تو نداشته باشم. اصلا نداریم از این سوال چیزا. خواستی بپرسی به من چه خودت میپرسم. الان به یه سوال چالشی بگو. میدم. اوکی. توی یک جمله دلیل اینکه کات کردی رو بگو. خب تو ویدیو قبلی گفتم. گفتی؟ عمیق‌تر باید بگی. اینطوریه دیگه. آره همینطوریه. باش. بابا تموم شده رفته من نمیدونم همه چرا دوست دارم این بکشن سمتم. خب دلیل کات خدایا خودت کمکم کن. کات که راستشو بخوای شما هم به اون آدم مشرف بودین هم من حالا کاری ندارم. و اینکه تو قسمت قبلی گفتم بالاخره یه سری آدمای هم نیستن نمیتونن با هم ادامه بدن و اینا ولی حالا در کل بچه راستشو بخواین من خیلی چیزا گذاشتم وسط واسه ارائه ولی چیزی ندیدم که از سمت ایشون به سمت من ارائه بشه. همین می‌خواستی؟ حالم بد شه ناراحت واسه خودم بشم؟ نه دلم واسه خودم سوخت به خدا نه به خدا دلم واسه خودم و خوبیام سوخت که به هر کی خوبی کردیم ببخشید مار در اومد مار افعی در اومد. خب ولش کن بچه‌ها ویدیو رو خب آخه موافق این حرفای من بودی فقط یا نه اینو بگو لایک و من دیسلایک. دو جانبه رفیق شما بودم و دو جانبه باهاتون بودم و هیچ حرفی ندارم یک رابطه‌ای بوده بین شما دو تا تموم شده رفته ولی این چیزیه که خب توی دایرکت من زیاد از من میپرسن به خاطر اینکه من زیاد باهاتون استوری میذارم. ولی یه چیزی بگم برای حسن ختام برمیگشتم به گذشته هیچ وقت این اشتباه رو تکرار نمی‌کردم چون بزرگترین اشتباه زندگیم بود و ترکشاش تا معلوم نیست که قرار ادامه پیدا کنه. مرسی که ولش کن جو عوض کن بچه‌ها ناراحت میشن. مرسی که اومدی عاشقتم تو جزء بهترین رفیقای من از اول بودی حالا یه فاصله بینمون افتاد و این مهم نیست ولی مرسی که هستی واقعا و اینکه خیلی خفنی ان شاء الله هر چی اتفاق خوبه برای روشنا بیفته چون خیلی قلب بزرگی داره بهش میرسه. خب با خنده دیگه تموم کنیم ولش کن بچه‌ها خیلی ممنونم. از من سوال چالشی میپرسی فایده این ویدیو رو پشت دوربین میدونم چیکارت کنم. این ویدیو رو سابسکرایب لایک کامنت راجع به ایشون هر چی دیگه دیدی گردن نگیرید کامنت ها بهم بگین و اینکه دوستتون دارم ماچ بهتون شما خدافظی. تا ویدیو من دوستتون دارم ویدیو بخواد بذاره بابا خیلی خوشحالم که هستین و اینکه دوستتون شما دارم که جیگر منی. مرسی ماچ